بچه خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه چند وقتی بود خیلی به مشکل برخورده بودیم. آی پی رو همراه فیلتر میشد، آی پی روی ایرانسل فیلتر میشد، آی پی کلا فیلتر میشد. حالا من اومدم با یه سری از چیزا این محدودیت رو برداریم و آی پی ام که کاملا فیلتر شده رو از فیلتری در بیاریم و بنویسیم پشت سیدین کلادفلر رو استفاده کنیم. خب بچه‌ها اول از همه که وقتتون رو نمیگیرم، بعدم بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها ببینید، ما اول کاری به نصب اینجینیکس یا وبسایت اینجینیک به رد کردن ترافیک نیاز داریم که حالا دستوراش هم شامل اینا میشه APT تا این سروات اینجینیکس. خب که حالا بچه ها من آی پی که گرفتم میخوام بهتون ثابت کنم که فیلتر شده است. آها VPN هم وصل بود، شرمنده. خب که ورود کرد، الان VPN قطع. خب ما میخوایم به سرورمون یه لاگین بزنیم. بچه ها میبینید اصلا لاگین نمیکنه روی این سرور. حالا راه حل چیه؟ خب اولی که کنسلش میکنی بچه‌ها برای که مطمئن شید. خب یه دونه من چک هاست از روی همین آی پی واسهتون میزنم، دقیقاً بخونیدشون. میخوام ویدیو رو کات کنم، دقیقاً برید الان داخل چک هاست. خب بچه ببینید دقیقاً این آی پی مونه. خب من یه دو پینگ رو میزنم. خب بچه‌ها میبینید خب اصفهانی شاد پینگ بود، اون شاید خب آره پینگ داد، ولی خب اصفهان الکی کار نمیکنه. میبینید بچه‌ها حالا یا دچار اختلال این در از فیلتر شده آی پی ما. من مطمئنم از اینکه این آی پی فیلتر شده و میبینید که فقط اصفهان 4 تا داد، اصفهان کانفیگ دادم میگن نقطه و اینم ارور سایت چک هاست و میبینید به کل سروره حالا اختلال داره، قطع به هر حال کار نمیده. حالا ما دیدید که حالا ما دوباره میخوایم بدون فیلتر شکن، خب بدون فیلتر شکن به این یه دونه لاگین بزنیم، نمیشه. نشونه های فیلتر بودن آی پی و کثیف بودن آی پی. میخوام این مشکل رو حل کنم. این اصلا سرور فیلتر شده، نه رو همراه نه ایرانسل، بکل. خب الان میریم این مشکل رو واسهتون حل میکنم. اول از همه خب باید بیاید و VPNی که من زدم روشن کنید برای لاگین کردن به سرور. خب حالا باید این اینجینیکس رو بیاریم بالا. این من دستور رو کپی میکنم میرم داخل ترمینال. خب بچه الان VPN رو روشن، قطعا با به سرور لاگین کنه. وارد ترمینال میشیم و این دستور رو وارد میکنیم بچه. خب الان میگه اوکی در حال نصب حالا اینجینیکس هستم، میگه صبر بده بچه. صبر میکنیم تا این خط پر بشه. الان میبینید این پر شد. میبینید خودش داره میگه کار رو انجام میده. میگه آقا اوکی سرویس رانه. الان باید چیکار کنیم بچه؟ برید سراغ خط بعدی، این خطم کپی کنید و بزنیدش داخل بچه. این کاری که میگه حتما انجام بدید واسه وسط ویدیو آخر ویدیو نیازتون میشه. خب حالا یه دور دیگه ما این لاگین میزنیم. خب این لاگین که بودیم دستور رو میزنیم و با هم چیز مواجه میشیم. بچه این ارور نیست، این کارشو کرده. خب شما کاری بهش نداشته باشید. خب بچه این دفعه به این دستور نیاز داریم واسه سرتیفیکت گرفتن اتومات که به مشکل نخورید. آقا میایم اینو حتما بچه حتما این کارا رو با انجام بدید. خب ما این کلاسیک سرباتون هست که واسه میگه سب بده تا دانلودش کنم. میبینید داره دانلود میشه. واسه من بازم سب میدم. خب بچه میبینید مشکل حل شد و یعنی مشکل که حل نشد، آی پی اون فیلتره. میگه آقا پکیج نصب شد، میریم بعدی. خب بچه در آخرین کد دقیقاً این کد رو کپی میکنیم و وارد میکنیم. خب بچه اینجا طولانی ترین بخشی سرتیفیکیت. خب میایم چیکار میکنیم؟ اینجا میگه جیمیل وارد کن. بعد اینجاشو ایم نداره چرت بزنید، ولی این آخرش لازم گیر میده. @gmail.com حتما بزنید. خب حالا من وارد میکنم. از ما 2 تا سوال میپرسه، 2 تاشو بچه باید ما چی جواب بدیم؟ 2 تاشو با حرف وای جوابش بدیم تا اوکی کنه کارو واسه اون. یه دور وای رو میزنیم، سوال بعدی هم واسه وای میزنیم. اینجا میگه آقا یه ساب دامین برید ما سرتیفیکیت بگیریم. خب ما میریم. خب این ساب دامینشو این آی پی فیلتر شده رو ور میداریم و میندازیم پشت کلودفلر که بریم داخل کلودفلر بهتون بگم. خب بچه من وارد کلودفلر شدم، منتظر میمونم تو کلودفلرم لود بشه تا کارش انجام بدم. خب بچه منتظر میمونیم تا این لود شه. خب بچه ما وارد کلودفلرمون شدیم، مستقیما میریم داخل بخش DNS. ما با چیزی کاری نداریم، مستقیما بخش DNS یه دونه رکورد ایجاد میکنیم. خب رکورد بچه الان بهتون میگم این بخش پروکسی رو خب بزنید خاموشش کنید. در ادامه بهتون میگم چرا. این بخش پروکسی رو بزنید خاموشش کنید.
چون که واسه کار گیر میکنیم، آخر کار روشنش میکنیم ولی الان لازم نداریم. حالا من اسم چی من میذارم آی پیه، چونم فیلتر 111. خب آی پی مونه میندازیم پشتش، آی پی فیلتر شدهمون و سیو رو میزنیم. خب بچه میگه در حال سیو ساب دامینه. خب بچه ما الان ساب دامین رو ور میداریم. خب میریم داخل ترمینال پیست میکنیم. خب بچه اینجا که از اون دامین میخواست دامینمونه پیست میکنیم تو واسه اون سرتیفیکیت بگیره. بچه سعی نکنید خیلی عجق بزنید، سعی کنید ساب دامین ساده باشه که قبول کنه. آها الان داره موفقیت آمیز واسه اون انجام میده، حتما سرورتون خام باشه، یعنی خام که نه دقیقا این کارا روش انجام نداده باشید قبل. خب الان ببینید بچه ها سرتیفیکیت به ما داد. الان ما 2 سرتیفیکیت داریم واسه پنلمون، این 2 رو باید سیو کنیم. خب بچه ها ما بودیم یعنی مسیر سرتیفیکیتمون رو سیو کنیم که بعدا گم نکنیم. خب الان دوباره برمیگردیم ترمینال. خیلی خب بچه ها ببینید این بخشی که بهتون گفتم، این حالت این بچه ها همشون فکر میکنه اینو تو آخر بکشم اوکی، نه ولی بچه ها بعضی موقع میبینید این ته هم هست. خب بخواین این هم کپی کنیم که به مشکل نخورین داخل پنل، اینو که میبرین یکی می دستتون هم چیز باید میبینید کلش کپی میشه. مثلا این زیریه 2 تاشو باید کپی کنیم، مثلا این الان نشد، الان شد، کپی میزنید و میریز به این کارتون. خب که اینجا به مشکل نخورید. اینجا خیلی ها به مشکل میخوره که الان بهتون گفتم به مشکل نخورید کلا. خب بعد الان کاری که باید رو کردیم، الان باید بریم مستقیما پنل رو نصب کنیم. حالا بچه‌ها من رفتم داخل گوگل تا این آدرس پنل XUI رو پیدا کنیم. بچه من مستقیم فقط صنایع باشه رو پنل علیرضا این روش کار نمیکنه و سرور فیلتر جواب نمیده. خب برمیگردیم به اینجا، این رو پیست میکنیم و مستقیما اینتر میکنیم. خب بچه الان خب بچه ببینید این مستقیما این که نصب پنل دیگه همتون میدونید که خب اینجا از اون چند چیم. خب من وای رو میزنم و اینجا یوزرنیم میذارم روت. چی که اختلال همراه خودم دارم حلش میکنم. خب روت این پورت هم میذارید 2053. اینو که گذاشتید مستقیما اینترش مونید. بچه این از یک آموزش نیست، نمیگم اسکی نرفتم خب، ولی از یک آموزش نیست، از چند تا آموزش رو ترکیب دیده کردم تو این به وجود اومد. خب الان چرا اینتر نشد؟ یه دور دیگه اینتر میکنم. خب الان پنل ما نصبه. خب الان با دقیقا با فیلتر شکن ورودش کنیم. خب من میرم تو ورود کنم به پنلم. خب بچه الان داره واسه پنل من لاگین میکنه، میبینید که اصلا سرتیفیکیت نداره. الان پنل صنایع اینجوری شده. خب مثل که پنل صنایع آپدیت داده، ورود میزنیم و ورود میکنیم روی این حالا پنل. یه لحظه بچه. خب بچه اینجا ببینید تریکس UI حالا آپدیت داره، میاد وارد تنظیمات پنل میشید. خب از تنظیمات پنل میاد سرتیفیکیت هایی که گرفتید رو جایگذاری میکنید. خب حالا من میام جایگذاری کنم. خب بچه ببینید این اولیه رو که داخل ترمینال داده بود یادتونه، حالا اینجا نیازش داریم کپیش میکنیم، اولیه اینجا پیست میشه. خب این دومیه رو میارید بچه اینجا پیست میکنیم. خب خب این ذخیره رو میزنید، اینجا نشده ویروس تنظیم موفق. اگر درست کپی نکرده باشید و از خال ترمینال زده باشید، یعنی اشتباه نصف نیمه باشید، اینجا بهتون ارور میده. خب اینجا ریستار پنل موفق. الان سعی میکنید تا سرتیفیکیت واسه پنلمون گرفته باشید. خب میبینید سرتیفیکیت فعال شده و داره پنل لود میشه. خب الان من وارد بخش سرویس ها میشم و بچه مهمترین بخش اینجاست. الان همون اول کار همه چیزو با اونجا انجام داده باشید. خب هر کاری گفتم رو کرده باشید. اینجا نام حالا یه چیزی مهم نیست. خب پروتکل حتما ویلس باشه،
پورت این چند تا که گفتم میذارید. میتونید بذارید 443، اگه کار نکرد 2083، اگه کار نکرد 2096، اینا همشون میشه استفاده کنیم. 2087 خب اینا رو میتونیم استفاده کنیم. مثلا من الان 2096 رو استفاده میکنم، پورت دیگه کار نمیکنه. میایم حالا از این بخش راه اتصال اینو روی WS یا همون وب سوکت قرار میدید. خب بچه این ور خب چیز درخواست سربرگو میدید. خب یه دونه مقدار اسم میخواد که بهتون میگم چه وارد کنید. خب بچه اینجا به آدرس پنلتون رو وارد میکنید. خب دقیقا اینجا نیست همونه میخواستیم ترافیک رو خود پنل رد کنیم، چون که چیز دیگه من تجربه نکردم و طبق تجربه دارم میگم. این امنیت رو بذارید روی TLS و اسنایی هم بازم همین پنلتون رو وارد کنید. به اینا دست نکنید، نذارید UTLS رو مستقیما بیاید بذارید روی کروم. خب بعد این بخش این H2 رو میبندید، بغلی ضربه در حد میزنید پاک میشه. خب حالا اینجا آفرین سرتیفیکیت اینجا نیازمون شد. سرتیفیکیت رو از بخش استفاده که از گواهی پنل میزنیم پر میشه خودش. اگر سرتیفیکیت نگرفته باشید و این بخش رو سرسری گرفته باشید این بخش اصلا نمیتونید کار کنید. حالا اضافه کردن رو میزنید. خب بچه ها ببینید این بخش الان کار نمیکنه چون این سرور فیلتر شده، این مستقیمه. حالا با بریم چیکار کنیم؟ با بریم آی پی رو پروکسیش رو روشن کنیم. بیایید بریم. خب بچه ها اینجا کلودفلر منه، سعی میکنم تو کلودفلرم کاملا لود بشه. بله لود که شد وارد بخش که به پیچ بخشی کاری نداریم، مستقیما وارد بخش DNS ها میشیم و از این بخش میایم و حالا اون ساب دامینی که وارد کردیم و اینجا حالا یه چیزایی هم ازش وارد کنین میاره. خب حالا لیم نشد که چه وارد کنم، زبون من میگیره بچه یکی من مشکل دارم واسه همینه. آی پی فیلتر سر یازه میبینید بچه. حالا اینجا ما پروکسی نیازمون شد، اینجا پروکسی رو روشن کنید. پروکسی که روشن کردید اگه قبلش روشن میکنید نمیتونید وارد شید و SSL بگیرید. این سیف رو بزنید. خب بچه حالا میریم داخل پنل. خب بچه میبینید من الان خب پنل رو کلن چی کارش کردم. الان پنل وی پی هم قطع، اون بالا اینه هیچی نیست. با بدون وی پی هم من الان حالا اینجا اگه با این ارور مواجه شدی الان بهتون میگم چیکار کنید. میایید این بخش خب این دامنتون رو از اول کپی میکنید، اینو وارد کردید. خب قبل این HTTP تون یه اس وارد کنید. حالا اینو دوباره از اول بزنید. پس میبینید با موافقه وارد پنل شد با پروکسی روشن. میرید تو بخش سرویس ها. الان من اینو بزنم احتمال زیاد با شروع کنم پینگ دادن. خب وارد ویتوری میشیم. خب بچه اینجا حالا من از اول میام اینو اضافه میکنم آی پی فیلتر 111 رو. اینجا بچه نت واقعا ضعیفه، بخوای کانفیگای دیگه هم تست میکنم ببینم اینترنت امشب اختلال لامصب. دمت گرم حالا هرچی بردی. این بچه داره کار میده، داره پینگ میده، داره کار میکنه. ولی امشب خلاصه میخوام بهتون بگم دوستشه خارا همه تون بدونین امشب اینترنت خیلی ضعیفه. ولی بچه الان سرورم فیلتر هم شده باشه، یعنی فیلتر هم شده باشه روی تمامی اپراتورها به صورت اوکی کار میکنه. هم راول هم خراب شده باشه با همین روش کار میکنه. خب بچه من خیلی وقتم گرفته شد بابت این ویدیو. دمتون گرم، سابسکرایب کنید، لایک کنید، منو حمایت هم کنید ازم. خیلی ممنون. خدا نگهدار تا ویدیو بعد.